مؤمنین مؤمنات همه با هم فاتحه مع الصلوات. خواهران برادران عزیز و ارجمند، تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به نماز متصل هستید و انشالله پیکر مطهر آقا بعد از مراسم در جمع و آغوش شما قرار خواهد گرفت. آماده می شویم برای اقامه نماز. الصلاة الصلاة الصلاة. اقامه نماز بر پیکر خانواده سید قائد شهیدمان به امامت استاد بزرگوار و فقیه مجاهد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. الصلاة الصلاة. به توصیه سید قائد شهیدمون اذکار نماز رو تکرار بفرمایید و قرائت بفرمایید. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا فردا صمدا حیا قیوما ازلیا ابدیا سرمدیا لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله ارسله بین یدی الساعه معلما مربیا مبلغا مجاهدا مدافعا باذنک یا ارحم الراحمین. الله اکبر الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و تحنن علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد. افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت على احد من عبادك على ابراهیم و آل ابراهیم. الله الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انك قاضي الحاجات انك مدبر الامور انك عالم الخطايا انك عالم الاسرار والرموز بمحمد وعترته الطاهرين. الله اکبر الله اکبر. اللهم ان هؤلاء عبادك وابناء عبادك و ابناء بناتك نزلوا بعز قدس جلالك و جمالك محتاجين الى رحمتك مفتقرين الى عنایتك. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا و انت اعلم بهم منا. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الرؤوف الرحيم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق وجدير. الله أكبر الله اکبر. محمد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. الوداع آقای مهربونمون، الوداع. حاج حسین آقای شالبافان روزه بخونن، صلوات بلند ختم کنین.